خوابیدن زیاد عمر ضایع میکنه، عمر فاسد میکنه. چقدر بخوابیم؟ وقت خواب نزدیک است. وقتی مردی قدر دراز میخوابی، قدر دراز میخوابی که دیگه کسی تو رو از خواب بیدار نمیکنه. اینجا بخواب تا قیامت. ولی در دنیا جای خوابیدن نیست. اونایی که بیشتر میخوابن ناکامن در زندگی. اونایی که کل هم و غم و فکرشان نیست چه بخوریم، چه بپوشیم، کی خواب بکنیم، کدام موبایل استفاده بکنیم، از کدام پارک استفاده بکنیم، کجا خوشگذرانی بکنیم، چی وقت بخیر رمضان تمام شوه که بریم در سیاحت در دشت و صحرا. این خود در حقیقت نفهمیده، معنای زندگی رو نفهمیده. او فکر میکنه زندگی همین است که فقط خوردن و نوشیدن. این خود صفت حیوانات است. ما یه هدف عالی داریم، یه هدف خیلی بزرگ داریم مادر. او هدف بزرگ ما رضای خدای ماست. او هدف بزرگ ما رسیدن